پادشاهی به طور اتفاقی همسر یه ماهیگیر فقیر رو دید. از زیباییش حیرت زده شد و دلش رو همونجا باخت. اونقدر عاشقش شد که دستور داد شوهرش رو مجبور کنن زنش رو طلاق بده تا خودش باهاش ازدواج کنه. اما به نظرتون سرنوشت اون زن چی شد؟ و آه اون ماهیگیر فقیر چه بلایی سر پادشاه آورد؟ برای اینکه راز این ماجرا رو بفهمید تا آخر این داستان با من همراه باشین. قول میدم شوکه میشین. در زمانهای خیلی دور یه سرزمین بزرگ و پهناور بود که دشتهاش تا دور دست کشیده شده بودن. پادشاه اون سرزمین مردی بود عادل و خردمند. میگفتن از وقتی پادشاه شده حتی یک نفر هم ازش ستم ندیده. مردم عاشقش بودن و همیشه براش دعای خیر میکردن. پادشاه یه دختر داشت. تنها بچهش که نور چشم و چراغ دلش بود. اسمش مروارید بود. دختری به قشنگی گل و مروارید. با صدایی دلنشین و قلبی مهربان. هر وقت میخندید قصر پر از شادی میشد. یه روز پادشاه تصمیم گرفت خودش بره و از نزدیک حال مردم روستاها و شهرهای کشورش رو ببینه. دستور داد عرابه طلاییش رو آماده کنن و با نگهبان وفادارش و یه خدمتکار صبح زود از قصر راه افتاد. پادشاه کل روز توی روستاها میگشت. با مردم سلام و احوال پرسی میکرد و از دیدن خوشبختی مردمش دلش شاد میشد. شب شد. ماه داشت از افق بالا میومد و ستاره‌ها تو آسمون به هم چشمک میزدن. توی راه برگشت پادشاه خیلی خسته شده بود. واسه همین به نگهبانش گفت یه جایی پیدا کنه تا کمی استراحت کنه. یکم که رفتن جلوتر یه خونه ساده کنار جنگل دیدن که چراغ کوچیکی جلوش روشن بود. پادشاه به نگهبان گفت برو یکم آب بگیر تا تشنگیمون برطرف بشه و از صاحب خونه اجازه بگیر تا یکم همونجا استراحت کنیم. نگهبان با غرور رفت سمت خونه و محکم در زد. صدای زنی از داخل اومد که با ترس گفت کیه؟ نگهبان با صدای خشن گفت در رو باز کن. یکم آب برای آقایی که با منه میخوام. زن گفت ببخشید شوهرم خونه نیست، من در رو به روی مرد غریبه باز نمی کنم. نگهبان عصبانی شد و داد زد در رو باز کن. نمیدونی کی با منه؟ صدای داد و بیداد مرد نگهبان بالا گرفت.